تیار نشده ولیم. آزین آف. ما مهمانی یکی از حجب‌نگاران و اکتور شناخته عبدالله طاهری با تخلص وجوهخانه کدو میشویم. قطع همین کامپی خودم خلق شب رو کنم یا در خود نیست خواب که من قرضا تا بزنه پیش دروازه روغن سو ریان در بودی مختر این دلاش این همین دلاش سوزونده بودارم این های پشت جنگ استرافیله تاقتا پیکسیه بگم استادین دلکنم غذا استادین دلکنم علایو علایو پزندهیم پزنده ای ارزنده گو برا علاله همین الهام رو من علاله کرد با چیزی عیده هم برو من الهام رو تو باید گفتم تو خدا سری کلم الهی رو بپسایی آخ اون هستوخته تمام برای باربا قلم گپ نمیگوید زوکی رشدی همین فرضی کیداش کردم برای ما کیداش کردم زوکی را خوبش کم کیداش کردم باز سری عبدالله طاهری فوش شد. کدو را بینید در خونش. ای بچه اینش رو ما نیاورده. اکراز شب بگو. این را یک جا آورده. برای ما هم که زنکلون بودیم هم که زنکلون بریم من هم چیزی دوست داشتن شما باید که шумо аз мӯйҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ простатит сус будани мардонагӣ асаб ва рехтани мӯй сар ранҷ мекашед пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. سلام مخلصان اشدی برنامه های جالبی کانال تاجیکان گروه. با درخواست زیادی شما این لحظه ها ما مهمان یکی از حجب‌نگاران و اکتور شناخته عبدالله طاهری با تخلص وجوهخانه کدو میشویم و چگونه که به شما وعده کرده بودیم و شما بسیار خواهش کردید که ما به خانه او رفته از کدو که خیلی قیمت است یگان خوراک آماده کند. من ما یک کدوی کلان زیبا را گرفتیم و میبینیم که اکای وجوهخان آماده میکنن یا نه. شما از کانال ما دور نروید. السلام علیکم. یه برادر عزیز سازی تینجی سلامت کنید محمد یه برادر عزیز محمد و با درخواست زیادی مخلصا ما تصمیم گرفتیم که مهمانی خانه شما شویم در برنامه در مهمانی هنرمند نوریده تاجی سر نگه شد منابعت از قدم دوستان کاشانم خانه فانوس هست مهمان من پروانه مرحبا زنده باشید. یک شما برادر مرحبا که خب سلامتی خوب یک پلچوی زنده باشید. ما تصمیم گرفتیم که اول خانه میدویم به خاطری که شما قدم انجام کردید این افتخار میکنم که برادر گرامی قدر ما این هنرمند شناخته عبدالرحمانی در اینجا حضور دارد. من تمام خوراک پختن میتونم تمام خوراک میپذیم چی خوراکی باشد اما خفا نمیشه. برادر خواهش میکنیم که من هم چیزی دوست داشتن شما باید که عبدالرحمن جان شما لحظ کرده عبدالرحمن جان نام صدق برادر عزیز چند قبل بیان میکنید برادر و مخلصان عزیز چگونه که شما زیاد درخواست کردید ما مهمان خاندان یکه عبدالله بشویم و درخواست شما رو ما رد نکردیم و این لحظه ها ببینید که یکه عبدالله به خاطر مخلصان خود به خاطر غریبان از همه چیزی که او را خیلی بد میبیند چند سال است که او را تماما استعمال نمیکند حتی نامش را به زبان نمیگیرد و خاطر شما شده این لحظه ها او را برای ما و شما آماده میکند. زنده باشی عبدالرحمن جان خیلی مجبور شدیم دیگه ما نگه مدام لحظه شده که چیکار کنیم برادر عزیز زندگی ایده که ما به خاطر دوستا به خاطر برادرها لحظ کردین عبدالرحمن جان دیگه شما نه سوز زنده باشید. آماده هستی؟ مرحبا شروع میکنیم. سرول چیکار میکنیم؟ سرول راستی که خیلی ندیدم خیلی کم نزدیک شدم که دیگه سرول آواز میکنیم دو تا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا من به شما کمک میکنم. کمک نکن خیلی برای چی نگاش نمیکنی؟ خیلی برادر عزیز خیلی
من مخلصان عزیز برادر اگر رکلام آشنا که دادا مسطح کدو برادر اگر قرود بک برادر از زمینم قرود بک برادر بعد از اون ما آدمین دمچکشا میبریم دمچکشا سرشه آو دمچکشا میبریم همون سرشای دمچکشا میبریمش انا بریدیم خب بعد از اون انا برادر عزیز اول اینا بابا میشیم تو زکده میشیم باز یک لحظه اینا ما یک توزه انا من آب خطی میشیم انا که ریزه میکنم عبدالرحمن جان من بسیار همین غضب‌آلود شدم ده که برادر که اومدیدن خونه اومدی دیگه ما که دیگه به خاطر دوست اینجا مخلصان از شهر مسکو گفتن که یک لطیفه بگو خب یک لطیفه دارم یک دخترک قد یک بچه توی میکنه های زندگی ده توی میکنه بعدی توی دختر قد بچه صحبت میکنه میگه که جان میگه لبای میگه خیلی ما عیب دارم بگم نگم میگه خیلی بگو خیلی میگه هیچ نمیگه میگه چی با ما یکم گپ نمیگم پرابلم گپ زخ سخن که میگه عیبی بیزیب دارم میگه خیلی بگو خیلی عیبی بیزیب چه بعد بچه زیق میشه میگه خیلی بگو من خراسول کردم چی کردم که عیب تا بگو چی پرابلم داری میگه راستی که جون خیلی گپ نیست خیلی دیدم یا دیگر از عاشق شدم پرابلم نیست ایدیست من یگون خراب پختن نمیتونم یه هنر ندارم تماما بچه ها میگه گپ نیست میگه زیق نه پرابلم نیست ما هم یگم جو کنم بچه پرابلم تا بخرم پرابلم نیست میگه سلامت باشه یعنی که مقصد که من جوی کنم بچه ما پرابلم سلامت باشه اگه حیات همین خریده برادر عزیز انا میرم با مایده همین قرود رو قرود رو مایده ما هم میرم ما میدونم چی میگیم چی میگه گوشت زرد گوشتی همون استاد خانم رو چیزه گوشتی زرد الان گوشتی زرد با مایده ریزه میکنیم بعد مایده آماده میکنیم الان میگه ریزه میکنیم خیلی اگر عبدالرحمن جان رو دیگه بگم خدمت حرمت احترام میکنم به خاطر خود ده ما همه تمام پختم میتونم همش یعنی که اگه این تمام خیلی نه پختم نه خوردم راست دیگه خیلی سرگذشت میدونی که بعد همین برنامه فکر میکنم که بعد این برنامه دیگه مخلصان ما رو هم نمیگن دیگه میخرین اگر نصیب باشه خدا خود بخریم یک جا خاطی اینا برادر جا مهمونو داریم بعد همین خودش ترکیبش ویتامین داره ویتامین A B V U G همه ویتامین داره همین الفا در چه حرفی باشه همون ویتامین رو داره همینی اینا در اونم کارسون با مو هم کارسون با هر روز دیگه میگم باید مرچی هنر کم است مو هم باید هم که زنکلون بودیم هم که زنکلون بریم خیلی زندگی است بغیر همین کدو بریون باز کدوم خوراکورا پختم من روز دیگه خام شوربو انا آش ولی اگه بگو نصیب باشه یک آشی یک به یک بعد یعنی بعد یک هفته پس نه یک مو پاس اگه مو پاس نکنیم ما پرابلم داریم کار نمیدیم زندگی بعد دیگه همین دیگه هر بگه خونه ما دیگه ما پرادو تابورم دیگه هم خوراک پختم میگیریم دیگه شما فکر ما کم کنم که نون چی نون نمیپزین نون در دهات پختگی بودم دهات چکدام نون پخته چکدام خیلی که سیری همین برای چی است کدو قیبو بسته برادر عزیز همین یک مخلصو در نقل میکردیم ما یا بودم مخلصو گفتم راست دیگه پا بگم همین برادر عزیز طرف همین داشت جنبا خونه پدر مادر رفتیم مهمونی رفتیم جا خیلی مهمونو ایستوسو یک هفته دو هفته بعد همین دوشنبه با یک دو معرکه زکاس بود خیلی زکاسو رو گرفتیم زلو پلو گرفتیم رفتیم طرف داشت جنب همون یک هفته دو هفته میمونیم عین همین گندمدرا بعد همین گندمدرا رفتیم کم تا با گرسنه شدیم ده بعد یک دهات بود دهات بونومی خوزه همون خوزه با رفتیم خیلی خونه تاغا در رفتیم شیشتیم مهمونداری کردن همین دیگه کنم دردک همین قرود گوشتی زرد قدی شیر جوشیده است گفتیم یک طبق بردار بزنیم خیلی همین امو حالت گیوات خوراک می‌بردن همین دانه توی درو زنگ زدن که برادر خیمو فلان چیزا توی مرکه نیو گفت همین آوردن همین صوف ای شیر با مزه یا نمایش انا تختمونش انا میخیل بود همین پوستش سخت بود در پوستش بمبرم پوستش سخت بود آدمو شیر ادا خوش گرفتم بعد همین یک تا گرفتم همین یک لونداش گرفتم همین یک لونداش گرفتم همین دهان اگه طرفتم همین با این جوش بود است همین جوش همین دهان سوخت که دهان سوخت همین پوک دهان سوخت همین باور که تمام همین دیگه کردگی همین دختری همون
اون سوی خونه دختر تاقیم همیشه گرفته همون انمی رو از دهان برآورد خیلی دیلا پیلا هم دور هم استوق دیگه قبضه نمیتونم تلفن میکنم توی دورو سلام علیکم اکا بوجو خانم مبارکات رو میگم 3 روز 4 روز تمام قبضه نموندم دهان سوخت خیلی توبت کردم ایدهشم شب اومدم شب همین گردش همین مردم در گذاشتم که یک ماشین اومد ماشین همین فاسون خوشلو همین اوینوس چه کرده که 4 بچه همین بویاوی برام سلام علیکم اکا ما مخلصی ختم اکا سوزیت رحمت برادر عزیز اکا نصیب باشه آخر автограф میگیریم تو خود همین جگون یه جا شیف داریم شیف می پیش автограф میگیریم تو کام نیستن بعد قطعا برادر چخی در ماشین یگو پرسی میکنمشون گو من ای طرف شنوندن ای طرف یک بچه اعتماد ما در بین موندم من خیلی گفتم که ما پیش گونه شما عقیده بشین که شما عقیده چخی ماشین رو من دیگه ام تکلگی رفتیم همین طرف پارک میکنم یک گشتم که یک میدونچه همین جای فوتبال ما گفتیم ای برادر عزیز آخه ما نفهمیدیم شما را شف شما دوجه کو شف داره میدونچه خطا نگه داره همین میدونچه میریم ورود میدونچه میشیم یک برادر بابا که انمی قهاز گردن انمی قهاز آوردیدش سلمان اشتاق آوردیمش ما گفتیم اکا سلام علیکم نهاردی سوزی اکا автограф پرابلم نیست سویداست میگن دادرم اونجا اما چی میگن سویداست بله همین گفت که ما автограф نمیگیریم او چند ملکه که ما زلاق دادیم توی رفته کنم ملکه را خود نگذارونده جواب میگوی همین بجای سویداست همین سویمشت اومد سویمشت میگن همین اومد اردوانی توپایدگی نه توپایدگی اول ما با توپ زدنی کردم بغداد دارم اونجا گو اگه دیگه اوست چنه میگم در زمین تنکشیده فقط رو مقابل دیدم دیگه روم گفت که ما علاودین استاد بزرگ استاد شناخته جمهوری تاجیکستان علاودین گفت ما کلو دیگه روم دانا روم مقابل دیدم زدن یا دیگه میگم در 5 کوبز قربولم تا خوام رو بولو که بولو دو تا کنون دکتر سلام علیکم اکا خیلی مشنیدم خطا کی زد دیگه گفت ما را هیچ نزد است ما خدمت دادم نه برادر قبضه میبینم گفتم نه برادر ما ای دخلم شده که برادر قبضه یکم دعوا ندارم پرابلم اخلا برادر عزیز انا خود سن میخوام برادر عزیز از همون روز دیگه همین ایبان یک 7-8 تا گذشت بوده خیلی بعد همین یک مرکه که قبضه دادیم دیگه همین رفت خیلی من مخلصان عزیز سری کادو رو شده و شما دادم من دوام میدیم برادر عزیز همین شما نخود که همین با همین اكيد برو عبدالرحمن جون ما شما رو بین حرمت احترام میکنیم همین نوع میبرد عقلا یک 2 دقیقه پس بگی برادر عزیز گوشتی زرد انا برادر بعد اکر همین خیلی شیده برادر عزیز ای عبدالرحمن جون این چیزی ایدروش برو مادی با فیلم تخمشه با فکر من این بچه‌شه چی بچه‌ش من نفهمیدم چیلک درو من نفهمیدم که این با بچه داشته است بو تخمشه خیلی انا میخوام بعد امروز بعد برادر از کور باشی دم خیلی کادو سرو زمان بعد برادر عزیز هر یک آدم هر یک شخصیت باید در خیلی هنر داشته باشد همین هنرمند در همه جا خورده میشم و خیلی پاوری میکنیم با آموزگار هم هستیم در یک برنامه نقل کردین که یک شب تو دیر اومدین انا پشتی درد خواب کردین شب امیرا که نقل میکردین چه خیلی شیدم خیلی نه همین یک شب جلو عبدالرحمن جون خیلی که معرکه بود خدا که یک مدام از زنکلون نکنه معرکه را که زنودیم همین تلفن بالا تلفن شد ما اینجا شیف خونه دا گفتم که من بعد از چند از پس بعد از 1 ساعت پس خونه میشم که امرا دا همون تاریخون بالونش کافید خیلی موندیم ای موشی پشتی در اومدیم دیگه همین در بزا خیلی در اومدیم خونه دود غلا عیدهانی در پیش بود گرفتن سرگرم ای خدا همین قمیه فهم توی داودیم خیلی خواب نمیکنم تلویزیون میکشم خواب نمیکنم پوتاسش میدارم خواب نمیکنم شب خوابم سال میخزم گفتی از خواب نمیکنم ما کوردار رفتم ایکور من اولم با گفتی که با خواب نمیکنم انا حیات سرسی دیگه برادر اگه دیگه جوچاک دارم در پشتمون هر جای بریم نبلودت میکنم که جو دایی چیکو کستون خیلی زندگی های رشک بسیار میکنم رشک اگر یک چیز عبدالرحمن جون که رشک ایسی دوستوری همیشه برادر عزیز یکی رشک هست در زندگی یک گپ دیگه شنیدم برادر میگه ختم کام زنکلون شیده نه ما هم خیلی شنیدم برادر نه ما شنیدم برادر
خطا شما در معلومات نه معلومات مو معلومات معلومات شما خطا هست. نه که این معلوماتی ما را من نمیدونم خیلی چخیر با من خیلی نفهمیدم من معلومات تمام صنعتکارا را میدونم. من برادر کجا میروند چیکار میکنن. نه اگه خطا گپ دید خیلی تو شما این معلومات رو چخیر دسترس میکنید برادر عزیز کانالمون بسیاره آه. جاسوس بسیار داره زنده باشی زنده باشی خیلی هنرمندایش بهش خبر میبره سولی پلان قدش زور ایدن چنگ بزنه مچالش مو چیه مچانی مو راست دیگه با مخلصو بگو ما کردم راست دیگه سی مخفیه خیلی بگو همین ما سالی 80 سالی ما 80 همین پیسکی گفت یا رادیسی همین پیسکی گفت یعنی که سال 1980 همین سال 80 سال همین پیسکی میگن بعد سال حمدونه میمون خیلی برادر اگه گفتیم ده ای چیکار کنیم با خیلی میمون کمتر گروهیه برای هم نه یک سیده بو یک اگروس دیگه میمون بسیاری خیلی شوخ میشه بعد سر هر درخت بعد هیتر کده و خیلی کده و خیلی میمون خیلی من نه که ما اگه چیکار کنیم خبر برادر حیات میاد اینا همه شریزه کنم از رامونجون خیلی زکنین انا نه جوی قشم از رامونجون انا جوی دونم کش انا از رامونجون انا که چه فختک من اینا بود دوناش قاق کنیم بخریم میشه اگر اکتری باشه ما خدمت اصلا اگر کیرم داشته باشودم کیرم شمیغه یه بعضی طبیب همین طبیبون نمیره شنیدم ده دونه بینندگان محترم انا میرو بریون میکنن خوشو بریون کردن استعمال کنن در وجود انسان اگر کیرم باشه کیرم میکشه این کفالت میدهم بسیار فایده آور است نه همین دانه ها من اینجا میگیریم این همون با فیلم که این یک جو بود آقا مجا خده از بازار کدوم بازار بازارچه همین دوستی بازارچه دوستی زنده باشین خب لیکن من میبینیم شما هم دارین در خانتون در خونه همون نیست من دیدم در کجایی برادر عزیز منم مخلصای عزیز یه سیری عبدالله طاهری فوش شد کدو را بینید در خونش ای بچه اینش رو ما نیاورده اکراز شا بگو ایره یک جا ورده برادر عزیز ایره یک جا ورده ایره همون یک ور قشلوق رفتن حمدانی ماسکوفسکی ما همون ماسکوفسکی یک معرکه بود خونه دار بعد همین خیلی مادر جانا دیم در وینی رفتن بچه جان یکم چیز با خونه رو بر نخط لوبی و سوسن بعد در همون واقعی ماشین موندن یا توفک نشون دادن نه من اینجا بعد در همین پدس بدیدم همین سای خونه ما بعد توفک دیگه بعد خرابزش کرد یا ما دیگه گفتم نه ما تو هندله میخریم ده هندله کی هندله نبود است همین کدوی زور بوده این الان اونجا رو برامون کردن از حمدانی و شنیدیم که با هنرمند الهام مرادوف مناسبت شما کمتر سرد شده است با قول کیدت کرده نورامین راست است برادر عزیز الهام مرادوف برای من معمولا فرزند پدر است من الهام مرادوف به نهایت حرمت احترام میکنم مناسبت ما سر نشد یک چند وقت الهام مرادوف با بعضی هنرمندانی که میرن پیش آهنگ آماده میکنن و مشغول همون آهنگ ها بود همین الهام مرادوف راست دیگه توی معرکه می اومدن خیلی من یک دو معرکه یک دو توی رو با یک هنرمند تقدیم کردم الهام بند بود بعد در همون سبب ما کمتر از هم یک مونیم با هم جدا شدیم نه که رفت اومد داشتیم این حال با هنرمند الهام مرادوف با یک جا هستیم صمیمی بازار برای چی کیدت کردیم صمیم بازار کیدت نکردم صمیم بازار بینیان هنرمند بینیان خوب آواز خوبی خدا دارد خیلی راست دیگه من میام خونه دا بودم که زنگ زد که برادر عزیز فلان جو توی نمیره گفتم نه نمیرم اگه وعده کرده بودم من برای چی پول نمیته چی نه مسئله صمیم بازار در مسئله مبلغ نگفت ندارم اما عرق جبین نگم قانون شدن همون پول برمیگردم صمیم بازار الهام مرادوف من عبدالرحمن کیمزو هنرمندی هستن که معرکه میرن جوش دام زاکر رشیدی رو برای چی کیدت زاکر رشیدی رو همین فرضی کیدت کردن برای ما کیدت کرد زاکر خوبش کم کیدت کردن راست دیگه او خیلی من کیدت کردم کیدت کردم یک با یک شدیم اوکی با سمندر کچوک میبینم که چند صحنه کرده است همکاری داریم با سمندر بسیار بچه خوب است بچه نغز است خیلی در حالت‌های میگه با ما را دستگیری میکنن منم دستگیری میکنم کسی که دستگیری کرد دستگیری میکنم مبلغ پیشنهاد میکنن یا مبلغ همین هر یک صحنه رو راست دیگه 50 سوم 100 سوم هر صحنه رو میگیرم میگم هر یک صحنه من اگه خوب با خود کانال ندارم و نیت کردم که کانال نمیکنم ولی که
من خودم که خوب چون گمزگور هستم اینه که سمندر قدم کردم برای هر یک صحنه 100 سومون 50 سومون هر صحنه خب اینو با فکرم که برگه باز میشویم یا نه یک برگه باشیم اوزیر برادر انا که یک سه میگن اگه بولازد شود بولازد کارتوشکا رو این یک نمودی هست که اصلی 21 دیم کو اینو با کارتوشکا اگر در روغن جزا کرده بیشتر بولازد با کارتوشکا با کارتوشکا و پیاز کارتوشکا باز هم بولازد میشه بولازد بینی هویت بولازد میشه و کارتوشکا رو خیلی مایده ریزه میکنیم برای چی برای کارتوشکا دیر میپزد با هم خاطر این کارتوشکای جیلگاتور از جیلگاتور اون رستوران در این شش پورتون اما نمیشه نه اگه من رو سیگار شبانه شبانه ده نه باید اگه زندگی مجبور کنه چیکار میکنه درامون جون با وقت ده یکم بار نیت گرفتن زن دیو نکردم نه نیت نکردم و نیت هم نمیکنم برای که میگن این بی پی من که در امونی هرچند اسکندر زمانی من همین بودوی پدر مادر زنده پدر مادر حرمت احترام میکنم مرا پدر دیگه بچه‌م اگر زن دین بگیری دیگه بچه‌ای من نیستی ولی من نمیگیرم من خدا خوشا بکنه قطعا همین کامپی خودم خدا خوشا بکنم کنم یا در خود نیست او پیاز هم ریزه میکنه یه ریزه میکنه باید کم نباید بیزه شده چشمو یه خیلی چشمو کم یک مومد داشتم خدا رحمت کنه اون باید مومد بونه مومد میکنه بیزو ایسان خوب بوده اکه عبدالله لباید اگر زندگی رو 15-20 سال خفا گردانن چیکار میکنی؟ زندگی رو وقتی دوره همون وقتی چیزی میگن چیزی گذشته را تاریخ مینومانه دیگر خفا گردان نمیشد برادر رفت و اگر فرض کردیم که خفا گردانن از سر نو باز کسب خود انتخاب میکنی هنرمند میشیدین یا که یکون کسب دیگر انتخاب میکنی اگر زندگی رو عقل میگردم باز من میخواستم که یک بارگاه در همون پارتای سیفی یک دو سه با هم سیمفونم بشینم و با هم سیمفونم برادرانم لیکن همو در دل من هنرمندی بود چون من صنف یک بودم در مکتب رقم اجنبی همدانی یکم سرودی همی که انگلیسی کینو چی بود که میتونه چکربورتی بود فیلمی جیمی حجه انا من خیلی خوندم اونجا با کلیچ که من آبلو جیمی از همون سر شد بعد همین دردلم هنر بود این لقب نامشانی منم مخلصون عزیز خوش کرد نه آبلو جیمی از همون نوی همدانی اجری میری تا او پری زلفی تو بو خیلی بود جیمی حجه انا قدرم اونجا این رو ما یک بار دیگر با آب یک بار دیگر آب گردون میکنی برادر آب گردون برای که خیلی خودت میدونی ده برادر گیگینا توزگی گرمی چی هست؟ گرمی سلامتی هست خیلی که ما همین گیگینا رو با پیش میبریم ده گیگینا اینا که با شوشته بودیم و یک بار دیگر میشویم الان چخیل که همین باور کنید آب توزگی است ده آب توزگی به آب حیات نیست به آب حیات وجود نداره برای چی شما کم کم با استاد خالمراد صدیق تقلید میکنید برای اینکه من بین خود شخصیت رو حرمت احترام میکنم من استاد من میباشد ما با قربی پرامو افیر داشتیم ولی من در ثبت از در من هست ثبت نشون میدم نوار نشون میدم با استاد ما همکاری داریم عین حال استاد خالمراد یک از بهترین هنرمند میباشد من این شخصیت را بسیار حرمت میکنم شخصیت رو بین هویت ما دوام داره انا گل برادر بخدا ترس موندی برادر عزیز خب اصلی 21 انا گل بالا تختو با موندی بله انا کم دست انا جو بلند میکنیم آها این گاز شما هم قدر بده خو چی تمام شده چی نه بالانش تمام انا روغن خودی گرم میشه من روغن گرم شدم انا که بینندگان محترم خودی روغن گرم میشد انا روغن گرم شد مو اول این پیازها رو با کارتوفل میدوزیم با کارتوفل بعد کارتوفل این تلپاهل در همین یک برنامه ما دایرتون باشد با شما کارتوشکای خام داده بودم مخلصا اما کارتوشکا کم ترسان بود مخلصا گفتن که کارتوشکای خام نیست این بودرینگه به خاطری که همین مخلصا در حقیقت باور کنن ما شما خواهش میکنم که اینم یک خورده ککشه منم مخلص عزیز همین را بخرین باور کنن که در حقیقت شما سوال دارن که وای بودرینگ بود بودرینگ هم میگم من میگم نه کارتوشکا تا حاضر میگن که نه وای بودرینگ خورد و کارتوشکا نخورد است
گفتی همون با زبان انگلیسی که no problem نه no منم مخلص عزیز چقدر مزه فکر بودی که نمام بکنم که با مزه زنده باشه. من که عبدالله به خاطر آن احترام میکنم که در حقیقت چی شرطی نباشد چی سوالی نباشد با مهارت بلند اجرا میکند تماما با بیاد بازار میگم همش خورم میگم همش خورم دیگه نمیخورم بتا و اکه عبدالله من شنیدم که شما با یک هنرمند بانو با یک توی میروید و اما هنرمند فلش کارت خود فراموش کرده بوده است و زنده سرود خونده نمیتونسته است 3 ساعت توی رو شما میگذرونه حالا که شما راوی بوده در اونجا اما رولی هنرمند آوازخوان رو اجرا کردید و من در آخر با شما چند پول میدین بیا با مخلصا خودتون نقل کنید نه برادر خاک مافیا نام هنرمند انا نگیره سیس همین وقت فلش کارت نمیدن فلش کارت سوخ کامپیوتر سوخ دیگه نگم اول فوزا برام من روی بودم سلام مهمانان به نام خداوند بخشنده مهربان داماد دارد خوشبخت باشین که دیگه اولش کردم برام من رفتم خودش شما رو بر میبانه شما که معرفی کنید هنرمند بوندرا و صدون اول دارد خیلی من گفتم چیکار خودت میخونید بعد من خوندم 3 ساعت های برکلا های بله هگوری هلی همه سود خوندم 3 ساعت خوندم برادر تمام سودا رو خوندم همه سودا رو خوندم معرکه تمام شد دکن گفتیم اگه سودا ما گفت که گام شما زنده باشین بیرون بر اومدن ما یک تاکسی با خودم 55 تومان از همون از مرکز دوشنبه تا همین وحدت اومده تا وحدت خودم بعد این مبلغ شد نگم که همون بانوی زیبا اومد مرا مبلغ داد من خودسرج همین دست دکتر رحمت گام نیست این سیمه ایسو میکنم 40 تومان 55 سومونی در اپولی کردید 40 سومون در 3 ساعت سرود خوندید 3 ساعت خودم 40 تومان گرفتم گفتم خدای پروردگار شکرانه میکنم از این بعد همین خدای بد نکنه بعد من کی مرا رهبری کرد گفت برا علاله همین الهام رو من علاله کرد با چیزی عیده هم برای من الهام رو تو بعد گفتم تو خدا سری کلم الهی رو بپسایلی آخ اون سوخته تمام برات بار بار قلم گپ نمیگوی گو آکو برو کو گو نه زهام توغرا ساعت ولی 40 تومان با چقدر میکنی آپارات چند سوم داد آپارات 12 تومان دیویژن داشتیم ما چیزا داشتیم و من میدونم که شما هنر آوازخوانی نیز داره به خاطر غریبا به خاطر مادرها خواهش میکنیم 4 مصرع با آواز زنده یگان ترانه مادر شود بسیار مخلصان شاد میشه همین ترانه مادر بهترین سرود همین الا است بعد غریبا میان در خونه وقتی که خوراک میخورن خوب میکنن یک سرود الا رو میخونن علت میگم بچه‌ما علت میگم بالما علت میگم بچه جونم علایو علای در خواب شیرین بچه ما خوابه علت میگم بچه‌ما علت میگم بالما علت میگم دختر جونم علایو علایو خواه کردنه که بگره لایره دزدکی بازار بچمه ای همه قرضدار بچمه ها دزدکی بازار بچمه ها ای همه قرضدار بچمه علت میگم خوکم قرضات بزنه پیش دروازه روغن سو ریننده بودی مخترم ابلامو روغن سو مرحمت دوستان عزیز اگه جاز پس صد بشه با موسیقی نه یک موسیقی صدای خوب دارد صدا از همه آهنگایی که هنرمنده آهنگ می‌نوازند این آهنگ خوب است نه ابوبکر در این آهنگ باور کرد لذت می‌برید حلاوت بو لذت ما که جاش خزخه همونجا که کدوار هم ای سری دل ده برادر عزیز مرحمت بینندگان محترم انمی لذت به حد این بوی فصل بوی علاقه بوش بیاد من با جا مخصوص محصولاتی دارم که خوش بوی کننده خوشبو بوی با لذت میکنم مرحمت با که علاقه آماده شد علاقه بعضی ها علاقه این اشتیاد آمده دیده اشتیاد نواری رو ببینن بسیار اشتیاد میاد من سلامت باشی
همش دیگه اوبا نمیاد اوبا نمیاد اندازیم ولی یک لحظه من تو نمیجوم یک لحظه انا این مخصوص اصلی باز که بونی خیلی میکنن خیلی میشوننده بله کفگیر بابایی خب کفگیری بابایی علکای آها انا ما میپشونیم ها بخاطر اول اول بیاد نمک میکنیم ولی یک لحظه نمک هست اول نمک به نمک حیات نیست انا نمک انداختیم بعد از چند لحظه اینو ما میپشونیم یک کم در یک ایسوسم ولی خوشبو کننده ها رو میبریم خوشبو کننده ها من اینجا خوشبو کننده ها داریم اتا ولی یک لحظه آها universal بینندگان محترم ما این لحظه شرکتی تایبا پریپاوا universal دلیا لیمسال کادبریونس که مرحمت universal یک مواد خوشبو کننده است که با لذت است تمام قلمفور بلگری لنگری فنگری اکثری دل تمام چیزا داره مرحمت universal شرکتی تایبا من استفاده کننده است واشبس و نواش کوخنه یعنی که شهرناکی در کوخنه شما هست بعد چند لحظه اینجا میشه بعد مخلصان عزیز شما از کانال تاجیکان گروپ دور نروید زیرا برنامه ما دوام دارد و لحظه های عجایب از پیش هستند. بودن اینو خیلی نگاه توجه کنید توجه انا خیلی نگاه کنید چه بلازت است ده بیشتر بلازت بشه ده کنید نه کیفویا نیست انا نه کیفویا شد واسه بود کار نمک بیاندازیم نمک جان ای نمک یک سرودی بدخشانی خویش میکنیم استادین دلکنم غزاست دلکنم متساملما غزات دلکنم در صدر ملک سیاد میکرده وسط دلکنم خدا تا دلکنم با پست پلنگ گنای زباز میکرده وسط دلکنم خدا تا دلکنم و گفتم برو ما جان را نثارش بکنم وسط دلکنم خدا تا و کرگس بسر سناش و نال میکرده ویا سلامت باشه انا کن نمک انداختیم آزی را کن اینو یک بار ایسوسو شناسایی با نمک با نمک با ایسو انا نگاه کنید چه علاقه با مزه برآمد و درآمد بوی کدو برام نه بوی سر دیلت درآمد و درآمد بینندگان محترم بعد از چند لحظه ما اینو اکروی رو میپشونیم بعد از چند لحظه با ما باشید و برنامه ما دوام دارد تیار نشید ولیم آزین آدرامو جون امشب انیق دبیرم امشب در پسی در خواهیم بینندگان محترم همین لحظه ما همین آماده شدیم علاقه آماده شد الان طرز برداشتنی همین با گاز همه کشم یک لحظه آها انا بخیر آدرامو توجه که چخیل بانوزوکیاش میبردم نه سلامت باشین من بانوزوکیاش عبدالله خان کدو بیریان رو میبردارد بانوزوکیاهایش کفایه است و فکرم بعد ولی یک لحظه اینجا باز یک لحظه کارتوشکا پیازه که ما ویلکارا پیازه کنیم اما این ویلکارا ما باید اگر اینها را تیز نکنیم این قاشق دریدگی میگم اصلا قاشق دریدگی این یه بعضی رستوران میگم برادر یک قاشق دریدگی بیار میگه چی رفته شمشادگی اکن همون دیوانه چه قاشق دریدگی میگه خدا بزنن را ویلکا میگم درست میگه ویلکا با زبان روسیه بعضی تو چی قاشق دریدگی میگن رفاقت قاشق دریدگی کدی چی نشه بیننده محترم الان این کارتوفل رو بالاش نمیمونی کارتوفل میخورم کارتوفل و کارتوفل پیاز هلا آلی کارتوفل رو کمیام پختن نبودم
عبدالرحمن ما یک دانه تگید یک تگید سه باید تگید سه بلندزاد نه عجایب البته دستی من با مزه است من قریب 7 سال در پاوری خوندم 7 سال در کجا؟ 15 سال دیگر مسکو در خوندم 8 سال دیگر در نیویورک خوندم امریکا 5 سال دیگر در گرمانیا 7 سال دیگر در همدانی اگه حسابش چند شید 52 شید دیگه من چیلگه در اومدم این دروغ همی ایده دروغ میشه بینه نگولی محترم همه جمع که چند سال شید 52 سال ایده دروغ میشه با یکم جا خوندگی نیستیم پزنده‌ام پزنده پزنده ای ارزنده خورنده را من بنده خورنده را من بنده کدو بریان تیاره کدو بریان تیاره پزنده‌ام پزنده یه پزنده ای ارزنده ها برای دوستای مهمونان عالی قدر خوراکی ما تیاره سوختمه بخدا سوختم من بخدا سوختم بخدا حالا میخوام سوختم و مخلصان عزیز چگونه که شما شاهد بودید عبدالله بوجوخان متخلص باز کدو خب به خاطر مخلصان به خاطر بینندگان برنامه در مهمانی هنرمند سخن غریبان مخلصان را رد نکرده من یک کدو بریانی خیلی با لذت آماده کردم و ما میبینیم که تا کدام اندازه از عهده پختن این نمود خوراک دوست داشتهشون به خوبی برآمدن. مرحمت ما خواهش میکنیم که از همین کدوی پختگیتان شما باید بخورین. نمیشه که ما آماده کنیم شما بخوریم یکی با میگن که دو نفره بخورین اگه با لذت میشه. بینندگان محترم عیده سی عبدالرحمن و روزنامه داریم با هم خیلی مخلصا خواهش کردن که باید که کدو بخورم و ببینیم. اینا ها ممکن بعد همین برنامه دستان چنگه غلکه اومد نگاه کرد دیگه بود کشیدن خیلی باشه چه خانه میخوریم. کدو میخورد کدو میخورد. خیلی با مزه کو نیم با مزه عبدالرحمن جان بگوان که بعد همون خود میگم هم حادثه برو میتهم چند سال بود نخوردم دید؟ یک 6 7 سال زیاد شد این نخوردم دید؟ نخوردم باره اول اینا میخوریم. من که همین بوا که همون با مزه همون حادثه که گذشته بود کو دیگه میترسید بخوریم؟ انا میدی کدوم نبوده شده لازم این دلاش انا می دلاش سوزوندم دارم انا اینا پشت جنگ استرافیلا. تاختا پیکسیت کرد یکی بالازت است بله در حقیقت بینندگان محترم همه شما خواهش میکنیم که ما همین نعمت پروردگار همین کدو خوردیم دیگه نگینیم دیگه که عبدالله رو میتونیم که کدو نگین. من در شاهدی شما خودشون بریام کردن من خوردن ها دیگه بخدا که کباب نمیشه. اینا باور کنین اینا همه طعام نمو پختیم اومده کردیم اینا خورده استیم در آخر با مخلصان خرد با بینندگان برنامه ما چی تمنیات داره؟ تمنیات دارم که سال 2022 21 سالی پربرکت است. در سال 2022 برای مردم سراسر جمهوری تاجیکستان برای تمام کشور روی دنیا تنگی و امانی باشد سربلندی باشد تاجیکستان ما صلح باشد شکرانه پیشوای ملت نکنیم شکرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان همیشه سربلند باشیم ما در سایه دولتی پیشوای ملت هستیم همیشه آباد باشیم تاجیکستان ما آباد باشه و برای تمام هنرمندان تمام میکنم که همه وقت باید دیگر یک باشند باید دیگر حسد نبرند شاعر میگه که اونجا که حسد افروزد خرمن آتش دل بسوزد حسد نبرین کسی حسد در دل داشته باشه خرمن دلش میسوزد کسی حسد نداشته باشه با پیش میرود سربلند باشیم زنده باشیم با ما باشیم. بینندگان عزیز برنامه در مهمانی هنرمند بود با اشتراک حجم‌نگار شناخته عبدالله طاهری با تخلص بوجوخان. ما دیگر کدو نمیگوییم او را زیرا او کدو را در شاهدی ما پخت و استعمال کرد.